خب آقای پارسیپور، قرار شد که من بهنام جعفری در متن فیلم آخر یعنی زمان تاش با سرعت باهات گفتگو کنم. خب به عنوان اولین سوال میخوام یه مقدار از خودت بگی. حالا اصلا که نمیتونم البته اون حالتی رو داشته باشه این مصاحبه که فرض کنیم مثلا من خودم میگم یه چیز خیلی مهمی باشه که مثلا هم برای تو هم برای دیگران تقریبا انترسان باشه. ولی خب من میتونم بگم که از سال 45 تا به حال دارم کار هش میکنم و شاید واقعا در این مدت تجربیاتی اندوخته باشم که خودم بتونم بعضی چیزا رو تشخیص بدم. نمونهش این که این تصمیمی که تو گفتی من گرفتم در مورد این فیلم یک بحثی رو با هم راه بندازیم و متن این فیلم صحبت بکنیم به همین صورت باشه که اصولا تصمیم من همین بود، به خاطر اینکه من شاید واقعا تشخیص داده باشم که این فیلم به غیر از این نمیتونسته صدای دیگه ای روش بیاد و کلا اینکه اگر واقعا بخوام از خودم بگم میتونم بگم که تا با 9 تا فیلم ساختم و همین. میخواستم ازت بپرسم تو کی تصمیم گرفتی روی این فیلم گفتگو و بحث بذاری؟ یعنی قبل از اینکه این فیلمو بسازی آیا همچین فکری داشتی یا بعداً به این نتیجه رسیدی؟ نه ابداً چنین تصمیمی نداشتم، ولی بعد از اینکه این فیلمو ساختم و مونتاژ کردم این تصمیمو گرفتم. میتونی بگی علت این تصمیم چی بود؟ علتش که من گفتم چون واقعا هم فکر کردم غیر از این صدای دیگه نمیتونسته روش باشه، چون اصولا من از این فیلم زیاد خوشم نمیاد و کار ضعیفی میدونستمش. بنابراین تصمیم گرفتم یه مقدار حداقل با تماشاگرها یه ارتباط بیشتری رو داشته باشم و با تو هم یه صحبتی کرده باشم. خب تو تا حالا 8-9 فیلم ساختی. میخواستم بدونم در این چند سالی که فیلم میسازی از میون این فیلمایی که تا حالا ساختی به اعتقاد خودت به کدوم بیشتر علاقه داری؟ البته خب این یه سوال خیلی مشکلیه، یعنی فکر کنم برای همه مشکل باشه، به این صورتی که من واقعا فیلمای خودم و بچهای خودم میدونم و به همشون یه علاقه خاصی دارم، ولی خب میتونم بالاخره بین این بچه‌ها خوب و بد رو تشخیص بدم. من به فیلم در اینجا تمام اندیشه است یه حد علاقه دارم و فکر میکنم که این بهترین فیلم من باشه. خب این سلیقه این در مورد این میخواستم بپرسم، حالا در میون این فیلم ها تو بهترینشون رو به اعتقاد خودت انتخاب کردی، در اینجا تمام اندیشه است بود. حالا میتونی بگی بدترینشون از نظر خودت چیه؟ شاید تو بد ندونی، یعنی بگی خب کمتر بهش علاقه دارم، ولی خب اونو من نمیدونم، اونو خودت باید جواب بدی. یعنی منظور اون کورو کچره رو بگم؟ نه، میخوام بدونم به کدوم فیلم کمتر علاقه داری. تو به اون فیلمی که بیشتر علاقه داشتی گفتی، حالا اون یکی رو برعکسش رو میخوام بدونم. حالا فکر کنم من این فیلمی باشه که الان داشته میذاریم روش، پس من فکر کنم که بهتر باشه که الان مقداری به فیلم توجه داشته باشیم تا بعد ببینیم چی میشه. عقیده خوبی. جناب پارسیپور، فیلم تو رسید به سکانس داخلی اتاق و ما هم برمیگردیم سر بحثمون.
میخواستم باز در قسمت دوم بحثمون به عنوان اولین سوال بپرسم نظر در مورد سینمای آزاد چیه؟ اصلا فکر کنم نظری باشه که همه ما متفقا داشته باشیم. خب ما در یه جبهه داریم کار میکنیم، هم سینمای آزاده، و من فکر میکنم که بعد از 3 سال فعالیت در سینما آزاد به این نتیجه رسیده باشم که تمام فعالیتامو روی این زمینه مستقر کنم و هر نوع کاری که از دستم بر بیاد به خاطر سینما آزاد میکنم. صحیح. خب دوباره سکانس خارجی فیلمه و بهتره به فیلم حالا نگاه کنید تا بعد. آقای فارسیپور بعد از دیدن این صحنه قتل زیبا میتونیم دوباره به صحبت خودمون ادامه بدیم. میخواستم یه سوال دیگه شما بکنم که میتونین شما بگین در فیلمایی که شما دیدین در سینمای آزاد کدوم بیشتر روی شما تاثیر گذاشته؟ البته اینکه اون صحبتی که کردن قتل زیبا فکر نکنم قتل زیبایی باشه. من مقصودم بیشتر بازی محمود کوشا بود که خیلی به قشنگی از افته بازیش بر اومد. خب تو خیلی تحسین انگیز بود. اصلا که فیلم‌های زیادی بوده در سینما آزاد از اولین جلسه سینمای 8 تا به حال که در من تاثیر زیادی گذاشته. ولی من فکر می‌کنم که در این چند سال اخیر که به اصطلاح فیلم‌های زیادی رو ما در فستیوال تونستیم نمایش بدیم، فیلم‌های خوبی رو من دیدم که میتونم بگم خیلی در من تاثیر گذاشته. نمونهش فیلم موج، هجرت و فیلم با من به توی دنیا بیا که بی‌نهایت در من تاثیر گذاشته، و یا فیلم ارتفاع متروک و از این قبیل فیلم‌هایی که همیشه من دیدم و لذت بردم. بله بسیار خوب. حالا میتونی بگی تو که از این فیلم ها خوشت اومده و میگی لذت بردم، آیا این در تو تأثیری داشته که تو هم سعی کنی تا حدی روش فیلمسازی تو به اون جور که مورد سلیقت و خوشت میاد نزدیک کنی و تقریبا تا حدودی اون طریق بسازی؟ نه هیچ الزامی نیست که من از چیزی که خوشم بیاد سعی کنم به اون ترتیب بسازم، چون شاید من فیلم‌های خودم هم خوشم بیاد و همون شکل سعی کنم فیلم بسازم، ولی معلوس این فیلم ها رو میبینم لذت میبرم و فکر کنم سعی‌ترینش هم همینطور باشه که یه فیلمساز فیلم خودش بسازه و فیلم های دیگر هم ببینه بتونه لذت ببره یا بعدش بیاد. بله. حالا میتونی برای من یه مقدار از فیلمت صحبت کنی که اینایی که ما تا به حال دیدیم چی بوده؟ یه مقدار توضیح بدی. البته خب فکر کنم ایشی تا به حال متوجه هست داستان نشده و من که ما زیاده پرحرفی کردیم، ولی خب ملوث من موقعی که این فیلمو میساختم تصمیم داشتم یه مثلث عشقی رو بیان کنم، البته که در رأس یک مرد باشه و در قاعده 2 تا زن قرار گرفته باشن، ولی بعد از فیلم برداری متوجه شدم که نه تنها در پرداخت این سوژه ضعف کلی داشتم، ولی که اصلا سوژه‌ای که در دست گرفتم سوژه بسیار پیش پا افتاده و بدی بوده. برای همین تصمیم گرفتم که به اصطلاح به همین صورتی که میبینی این فیلم رو صدا برداری کنم. بله، مثل اینکه آخرین لحظات فیلم شماست و چون فیلم اکنون تموم میشه بحث ما هم به ناچار تموم میشه. انشالله تا فیلم بعدی شما.